خدایا فرهاد درو کشو خوشا این درو گفتم نزدیک نشو از روحم یک سویست دختر اصلی این چی به احترامی است؟ اصلی کجاست؟ او در کجاست؟ مادر یک لحظه گوش میکنم کمیسر. اصلی کجاست؟ اصلی صبح همراه شوهرش بر اومده رفت. شما برای گفتگو به خونه اجازت نامه دارید؟ اجازت نامه؟ بله. حاضر نشان میدهم. در اینجا چی نوشته شده است؟ جیم چینار، اکای اصلی چینار. یعنی من حق دارم که خواهرم را در کجای میخواهم گفتگو نمایم. برای شما فهمو شد؟ کمیسر لبای خانم اصلی صبح همراه شوهرش بر اومده رفت. فهمیدید؟ ما حالا وا میخوریم. ما حالا باز وا میخوریم. خدایا توبه. کیست آنجا؟ با بیرون برو. فرهاد مرد. وقتی تو هم رسید. برو غم نده. بله جناب. او ماشین رو گذاشته با جنگل گریخت. ما او رو تعقیب داریم. احمد زخمدار است. تلفن رو با من ده. کی میگوید؟ جناب فرمان دادن که هر دویشان را بکشید. دفشا با تقایم بگو. من برای گرفتن دعا می آیم. کار حیاتی از نقشه های من بهتر برآمد. پدر و پسر به مقابل یکدیگر. انا این موافق طبع من. خدا جان با من کمک کن. خدایا.
آقا جان تو زنده ای؟ کلاها یا پرو و یا تپانچه را پایین کن. من گمان کردم که تو را کشتم. به فکرم تو را ناامید کردم. میرویم. چی میخوای آبیدین؟ تاغو اکای اصلی کمیسر آمده بود. خیر من چیکار کنم؟ من با وی گفتم که اصلی سحر همراهی فرهاد برآمده رفته بود. یعنی من خواستم که شما دانید. من میدانم آبیدین. من با جنید فرمان دادم. آدمانی من آمدند. ها من با جنید گفتگو کردم تاغو. من با جنید همش را گفتم آبیدین. آمدن تاغو. نمیک من آمدم یگان واقعه شد. شما در کجا میگردیدید؟ کار داشتم. چی گپ بود؟ من به جلسه شما کاری ندارم. یک سوئیست. جناب شما در آمدن نمیتوانید. جناب نمیک ببخشید. خانم دیل شما ما رو تنها نمیگذارید. خوش آمدید کمیسر. مرحمت. بیهوده زحمت نکشید. من هیچگاه با خوشی به نزد شما نمی آیم. شاید به دشمنی بین یک دیگری خاتمه گذاریم. هرچی هم باشد از خاندانتان دختر که میکردیم خیش و تبار شده. من به شما نه اینکه خواهر بلکه گناه هم رو هم نمیدهم. به فکرم در این مسئله شما کمی دیر کردید. همه چیز تغییر یافته است. جوانان حاضر منتظری رازگی کلانسالان نمی شود. اصلی کجاست؟ نمیدانم. آنها جوانند. علاوه به این نو توی شدند. اگر آنها فردا زنگ زده بگویند که ما در ایتالیاییم حیران نمی شود. خواهرم به روزگی من به ایتالیا و فرانسه سفر نمی کند. ولی او به روزگی تو به شوهر برآمد. همین طور نه؟ من همه وقت تو رو تعقیب میکنم جنابی نمیک. همه وقت. میدانم. و ماشین در پشت بوده بنشین. این آدمان کیستند؟ آنها از تو چی میخواهند؟ ما باید به پلیس خبر دهیم فرهاد. تو میدونی که آنها از تو چی میخواهند؟ ابرو زنگ زده است. اکم 1000 رقمی نبرداشته. ما باید به نزد پلیس برویم. به نهایت بسیار گپ میزنی. به نهایت